دوستای عزیزم سلام. بعد از این قهوه 250مین روز الی 53مین روز از درآمد تاکسی های اینترنتی و آزاد رو شروع کردیم. این 4 روز به نوعی 28م، 29م، 30م آذر ماه و 1 دی ماه رو که طی این 4 روز با یک مسافر بودیم، همون مسافری که چند روز قبلم داخل شهر 2 روز باهاش کار کردیم. این سری رفتیم سمت شمال، رودبار و رامسر و لاهیجان، انزلی و رشت. این 4 روز داخل این شهرها بودیم و مسافر پیگیر کاراشون بودن و حالا اینجور مسافرها به نوعی میتونه که درآمد شما رو تکمیل بکنه و شما با فعالیت مستمرتون و به نوعی پیگیر بودن یک کار میتونید این چنین مسافرهایی رو به دست بیارید، نه اینکه روزی 1 ساعت کار بکنید و برید استراحت کنید. طی این 4 روز حدوداً ما 2100 کیلومتر رانندگی داشتیم و 70 ساعت فعالیت برای این 4 روز به نوعی ثبت کردیم و بیشترین تایممون هم 28م آذر ماه بود که ساعت 1 بامداد مسافر رو سوار کردیم و تا حدوداً 1 بامداد 29م آذر ماه مسافر رو همچنان در حال باهاش رانندگی بودیم و من کامل این ویدیو رو توی یوتیوب هم آپلود میکنم. این هم ویوی جالب و زیبا از جنگل های رامسر. اونجا روغن ماشین رو هم عوض کردیم که 600,000 تومان هم هزینه شد دیگه. روغن خوب نداشت، روغن ایرانی ریختیم. کل درآمدمون برای این 4 روز با 70 ساعت فعالیت و 2100 کیلومتر رانندگی شد 25 میلیون تومان. خیلی ممنونم از نگاه و نظرتون و این هم جاده زیبا از انزلی.